امروز 10 آپریل 2024 22 فروردین 1403 روز عید فطر. میبینید که مردم برای این روز آمدن بیرون و این روز جشن بگیرن به اصطلاح، و اینکه میبینید که تمام افرادی که اینجا هستن از کشورهایی مثل پاکستان، هندوستان، بنگلادش، افغانستان، نپال، کشورهای افریقای جنوبی هستند و توریست های زیادی اینجا میان از کشورهای اروپایی و آمریکا و روسیه که اونا هم هستن. ولی خب امروز چون که یه عید خاصی هست، اونا معمولا کمتر تو این جمعیت حضور دارن و میبینید که این کشتی هایی که و این ابرهایی که دارن مسافرها رو حمل میکنن از قسمت دیره دبی به اون طرف رودخانه که بر دبی هست میبرن و امشب قرار هست که توی بر دبی